سلام، وقتتون بخیر. داشتم به این جمله انیشتین فکر میکردم که چند سال پیش بچه بودم شنیده بودم، میگفتش که آدم ها معمولا 5% مغزشون رو هوشیارانه ازش استفاده میکنن و بهره میگیرن. همیشه برام سوال بود که این 95% چیه؟ تا به تازگی از یه ویدیو از رابین شارما دیدم که میگفت این 95% ناخودآگاهه. ناخودآگاه از کجا شکل میگیره؟ از اون چیزی که توی فرایند 1 سال گذشته تا کنون دیدم، شنیدم، خوردم، نوشیدم، بلعیدم، لمس کردم، مهارت کسب کردم، مسیری که حرکت کردم، افرادی که باشون نشست و برخاست داشتم، اینها توی این 1 سال گذشته بارگذاری شده تو ذهن من و شده 95% ناخودآگاه و باور من. و این 5% فقط این 95% مدیریت میکنه. پس باید خوب ببینم، خوب بشنوم، خوب بنوشم، خوب ببلعم، خوب مهارت یاد بگیرم و خوب حرکت کنم و با افراد عالی تر از سطح خودم حشر و نشر داشته باشم. نه اینکه دیگران رو رها کنم، سطح پایین تر خودم رو رها کنم، با اونا بی احترامی نمی کنم، حرمتشون رو حفظ میکنم، ولی سعی میکنم به رشد تعالی خودم توی این حواس پنجگانم بپردازم که تا سال آینده این موقع یه هدفی تو زندگیم داشته باشم و در راستای اون از حواس پنجگانم استفاده کنم و این 95% ناخودآگاهم رو به بهترین شکل ممکن تا اونجا که شعورم میرسه مدیریتش کنم تا بتونم اون 5% هوشیارانه بهره درجه‌ای ازش ببرم. ارادت. درود به همگی.